سلام بچه‌ها، من حسین پیاس هستم. خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم برای آموزش گرفتن بازیکن از ای فوتبال پوینت، از قسمت شاپ و گرفتن بازیکن با ای فوتبال پوینت. الان اینکه ما بتونیم از ای فوتبال پوینت با ای فوتبال پوینت بازیکن بگیریم، باید بریم توی قسمت شاپ و بعدش روی قسمت ای فوتبال پوینت کلیک کنیم. بعد وارد قسمت پلیرز ها، یا اگه بخواید شما یک بازیکن بگیرید وارد بخش پلیرز میشید که بازیکن زیاد خوبی نداره. ولی اگه شما میخواید بازیکنی رو بگیرید اگه شما میخواید لباسی رو بگیرید، میتونید به این بخش مراجعه کنید و با لباسهای مورد نظر خودتون رو بگیرید و بیایید داخل. با میتونید شما کارت تمرین نیز از این بخش بتونید بگیرید. حالا ما میخوام بازیکن گرفتن رو به شما یاد بدیم. ابتدا وارد بازی میشید، بعد وارد بخش یک بازیکن کلیک میکنید، بعد شما بخش ایکس چالش رو میزنید. سپس شما وارد همچین بخش میشید که دارد توی این قسمت کنامی آیدی و ایمیل آدرستون رو بنویسید. یا کنامی آیدیتون بنویسید یا ایمیل آدرستون و پسورد ایمیل آدرستون رو یا کنامی آیدیتون رو اینجا باید بنویسید و باید شکل هایی که هم شکل این هست، مانند این و این که مانند شکل اول هست رو انتخاب کنید و سپس پسورد و کنامی آیدیتون رو بزنید و سپس وارد اونجا میشید، وارد بخش بعدی میشید. سپس وارد بخش کد 6 رقمی میشید که یک کد 6 رقمی به ایمیل شما ارسال میشه که اون کد 6 رقمی رو باید شما با اینجا وارد کنید و بعد گزینه نکست رو بزنید و وارد بخش ای فوتبال پوینتس بشید. و حالا شما وارد بخش ای فوتبال پوینتس کنامی میشید. حالا میایم پایینتر و وقتی که به این گزینه میرسیم، یعنی به بخش ایکس چالش رو شما میزنید. وقتی این رو نوشته بخش ایکس چالش میاد پایین و بخش ایکس چالش رو میزنید و وقتی اینو می‌بینید ایکس چالش رو که شما بزنید، بازیکن برای شما خریداری میشه. ولی من چون نمیخوام این بازیکن رو خریداری کنم، این کار رو انجام نمیدم. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب براتون نره. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.